درود و سلام مخلصان، هواداران و راغبان گوشتنی جدا. اکنون ما میرویم به نبرد پهلوان نوجوان تاجیک. این لایق خودبیدین زاده است، ورزشکاری ما که در انتالیا ترکیه در مسابقات بین المللی مبارزه میبرد. این نبرد حالی حاضر شروع گردید. پهلوانی ما با جداگی کبود است، بر مقابل رقیبی آذری اش میبراید. ما باوری داریم که پهلوانی ما خوب و با مهارت بلند هنر نمایی میکند. درباره لایق من میخواستم برای شما معلومات دهم. این قبلا یک نورس بسیار هم شجاع بود که حالا هم تحت رهبری مربی دیرینش عزت خدایف مشق ورزی میکرد و حالا هم میکند. بسیار هنر شایسته دارد، در مختلف مسابقه ها برآمد میکرد، من جمله از گشتنی ملی تاجیکی گشتیگیری آغاز کرده است و حالا اکنون در چنین مسابقه های سطح بلند جهانی هم شرکت می‌ورزد. در رقابت های اول برای برخورد آغاز بسیار خوب است. هر دو با یک شکل گشتین میگیرند. افضلیت میان این دو پهلوان حالا دیده نمیشود. پهلوانی با جداگی کبوت است که در مقابل حریف بسیار خوب ایستاده است. حالا پهلوانی آذری هم سعی و کوششش برای افتادن ما زیادتر است. دو سمت گشتین گرفتن است و هر دو تا حرکت میکنند و افضلیت میان پهلوانان به چشم نمیرسد. خب همدیاران عزیز، این نبرده که ما پیشکش شما میگردانیم شروع گردیده است و پهلوان آذری را شیدا نشان داده است. رفری به خاطر کمفعال بودنش و ما قدم از حریف در پیش هستیم. اوه چند بار دیگر ببینید اینجا حرکت های خوب در جام اروپا به چشم میرسد. 19 کشور در مجموع 367 پهلوان در این نبردها شرکت می‌ورزند. اما ما فرقیت از گشتینی خود از رقیب بالاتر هستیم. گشتینی خوب میگیرد. پهلوان ما هنر شایسته خود را میخواهد نشان دهد. خودبیدین فلایق با نهاد رحیم فی آذری گشتین دارد. پهلوانی آذری کمفعال است. چند نوبت دیگر بار دوم هم کمفعالی او را نشان میدهند و حالا برای هر دو هم شیدا میدهند. این برای ما خوب است که رقیب را یک قدم قفا میگذاریم و خودبیدین فکنون فعالی خود را در مقابل حریف باز بیشتر نشان میدهد. قبلا ما لایق را با همچون لایق رجبوف میشناسیم. بسیار نورسی کنجکاو بود و بسیار چالاک و چکان گشتین میگرفت. حالا هم باقی مانده است همون چالاکی او که میبینیم اولین وزری را شایسته میشود و با این وزری اکنون راهی او خوبتر میگردد. در وزن زیر 60 کیلو در جام اروپا، جام گشوده اروپا شرکت دارند. میان نورسان است. این مسابقات انتالیا ترکیه مکان برگزاری مسابقات مذکور است. در این زیرگروه پهلوانان قوی هستند. من جمله پهلوان گرجی است، پهلوان بلگی است که ما باوری داریم که پهلوان ما با این مرحله ها حرکت های خوب را به انجام میدهد. حالا شیدای نوبتی را برای ما داور اشاره میکند، اما با همه این ما با یک وزر پیش هستیم که باید در مقابل حریف فعال باشه. اوه و سر آمدن اینجا میتوانست که برای پهلوان آذری رحیموف نهاد خنساک مکی پیشنهاد کنند، چون که به سر آمد. این سر آمدن برای سلامتی ورزشکار بسیار
خطر دارد. مربی از جمهوری تاجیکستان مرتضی در لبی تتمه نشسته است و برای لایق صدا می کند. از جام کشاده اروپا میان نورسان است همدیارانی عزیز که پهلوانان تا 60 کیلو را دویم باره اکنون جبران می شود وزاری از جانب پهلوان آذری. اینجا تأمین نشان میدهد وزاری و به هر حال رفری من میکند نبرد رو و با قراری کمیسه بالای داوران میرود. چی است؟ چی اشتباه بود در اینجا؟ فکر میکنم این وزارینه. بله اکنون اینجا نبرد زیادتر می شود چون پهلوان وزاری رو باز پس گرفتن و لایق برای لایقانه مبارزه بردن چند ثانیه دیگر حرکت میکند رو برای رقیب میستد و نمیخواهد که امتیازهای طلایی را از دست دهد چون که چند ثانیه دیگر نقش باز است برای نبردی و همین است که وقت به انجام میرسد. باز وزاری نشان میدهد. نه اینجا هم وزاری نبود. فکر میکنم گالدوسکو در حالت وزاری بودن پیشکش میشد و حالا رفری مرکز اشاره دارد که آنها باید لحظه توقف نمایند. اگر وزاری باقی ماند پس گالدوسکو پیشنهاد میگردد. در حالتی وزاری نبودن پس ما خالی بستیم در دوره اول. نه گالدوسکو گشتین است. وزاری باقی میماند و اکنون برای امتیاز طلایی اینجا جفت مبارزه میبرد. کسی که تواند امتیاز طلایی را به دست دارد یعنی اولین فعالی خود را لااقل در مقابل حریف نشان دهد پس حریف خنساکی این پرتاب ها از جانب لایق قطب‌الدینوف است. قطب‌الدینوف بسیار خوب کار میکند. در وزن تا 60 کیلو جفت مبارزه میبرد. برآمدن از تحتمی معنای شیدا را دارد. باید پهلوان آذری را برای برآمدن از تحتمی شیدای دویم را هم نشان دهند. شیدای سیوم تهدید بخر خنساک مکه برای پهلوان آذری است و همین طریق لایق می رود به مرحله دویم. این دیدار دویومی لایق است که این نوبت رو برای لایق پهلوان گرجی می برداید. ساندرو شریپاشویلی است که جداگی سفید به بر کرده است. این پهلوان نورسی گرجی سال گذشته در همین جام این پهلوان گرجی مقام سیوم را کسب کرده بود. شریپاشویلی ساندرو
дасти лоиқ медошт ва лоиқ бошад ҳаракат кардан атрофи ӯро ҳеҷгоҳ аз даст намедиҳад. ҳамоно бо ҳамон ҷудогии пештараи кабуд паҳлавони мо андари майдон гардидааст. шарипашвили сандро бошад муқобили аст. хоб доири лоиқ ман бисёр хотироти нек дорам, махсусан аз набардҳою дар ҳамин мусобиқаҳое ки дар аврупо ҳам баргузор мегардид, мусобиқоти кушоди аврупоӣ, махсусан дар ҳамин мусобиқа хеле хуб буд. ӯ паҳлавонест ки дастовардҳояш шоён аст, махсусан нишона ҳамин соли 2023 гузашта дар чемпионати осиё унвони қаҳрамони чемпиони осиёро сазовор гардид. ёни наврасон, ҳоло наврас аст, акнун ба камолоти навҷавонӣ мегузарад ва ҳамчунин дар ҷоми осиё дар Ташкент 2023 барои соли хотир мо буд, мақоми сеюмро касб карда буд ва ҳамчунин дар ҳамин дар ҷоми осиёро дар назар дорам, дар алмату ҳам мақоми сеюмро касб карда буд. фақат нишони тиллои ӯ аз чемпионати осиё миёни наврасон соли гузашта буд ки ин лоиқ ба гардан овехта буд. ҳоло ки ман аз мусобиқаҳои ҷумҳуриявӣ намегӯям ки борҳо медал ба гардан кардааст ва махсусан дар гӯштини миллӣ ҳам бисёр зебо баромад мекард. ин навраси тоҷик. замин кор кардани ин паҳлавонон бенатиҷа аст. бо камфаъолӣ ин ҷуфт ки ҳарду ду шудо доранд, ҷараёни набард дар даври дуюм идома дорад. агар дилхоҳ паҳлавонро рефери марказӣ шудои навбатиро диҳад, пас ханс ҳокимакӣ аст баро гурҷӣ ҷудогии сафед дорад ва паҳлавони мо чун пештара бо ҷудогии кабуд набард мекунад. ҳаҷме мешавад. дақиқаи болотар дар ихтиёр дорад ин ҷуфт ва акнун барои гиребон ва партобҳои навбатӣ имкониятҳои аст. бобинед дар ин ҷо акнун лоиқ хуб дошт рақибро ва фурсате буд барои анҷом додани усули худ бояд кор барад. акнун ҳалоки лаб барои лоиқ натиҷа наовард. ҳоло аммо фаъолӣ ӯро нишон медиҳад. ҳолати замин кор кардан бенатиҷа аст. дар ин мусобиқа дӯстони азиз 5 паҳлавони мо миёни бисарон ва фақат як боно миёни духтарон ширкат варзид. ин ҳам бошад дар вазни ҳамин зери 60 кило паҳлавони дигаре мо иброҳим абдураҳмонов буд. иброҳим абдураҳмонов дар вазни зери 60 кило баромад кард ва дидори аввалаш бар муқобили паҳлавони мизбон ба боғ ҷанбаст гардид. иброҳим лоақал як қадам пеш гузошта натавонист ва акнун умед ба лоиқ дорем. ҳамчунин дар ин набардҳо дар вазни зери 66 кило муҳаммад анварзода буд.
اینجا حالا فالتر شدن پهلوانان به خاطر امتیاز است. باید هر لحظه ما فعال باشیم، لااقل برای رقیب شیدا نشان دادن برای ما امکان پذیر شود. در وزن زیر 66 کیلو چو بالا قید کردیم دوستان عزیز از جمهوری تاجیکستان انورزاده محمد بود. انورزاده محمد چو پهلوان دیگر ما در دیدار اول شکست خورد از دست پهلوان آذری. افسوس که قدم پیش نگذاشتند. همچنین ابوبکر عبدالجلیل زاده بود در وزن زیر 73 کیلو. در وزن زیر 73 کیلو که وزن خوب است که برای همگان میدونیم و در نبردهای سنگین پهلوان ما عبدالجلیل زاده ابوبکر هم با شکست یک رقیب فقط یک قدم پیش بود و در دور دوم از پهلوان آذری مغلوب شد و حقوق به دوره های میمده را از دست داد. قدر امکانیت های خوب بود که لااخر با برید یا با دست بالا گردیدن دو رقیب مرحله های نوبتی کشاده می‌گردد، ولی نتوانست که ابوبکر عبدالجلیل زاده با دومین دیدار دست بالا گردد و راهش کوتاهی کرد و از نبردها محروم شد. همچنین در وزن جمع 90 کیلو انوشیروان وفایف بود. 90 کیلو در نظر دارم زیر 90 کیلو پهلوانان هم در آنجا اونقدر شماره زیاد هم نبود، ولی پهلوان ما هم به میدان در وزن جمع 90 کیلو به میدان نبردها بر آمد. در وزن جمع 90 کیلو راهش کوتاه تر بود. فقط دور اول آزادی بود برای او و دور دوم با روبرو آمدن با رقیب میزبان مغلوب شد و حقوقی از دست دادن رو دوام دادن رو از دست داد. وفایف و این وزن برای وفایی نکرد. انوشیروان شکست خورد. یگانه بانوی ما در وزن زیر 52 کیلو که ما از او امید خوب داشتیم، حتی امکانیت های خوب برای قربانزاده مدینه بود. قربانزاده مدینه هم در دور اول میزبان را شکست داد، در دور دوم پهلوان بلغاری را مغلوب کرد و در زیرگروه بی که با پهلوان دیگر میزبان رو برو شد از دست او مغلوب گشت. برای او بازی امکانیت دادن و امکانیت نوبتیش در دیدار بر مقابل پهلوان آذری بود که اونجا هم شکست خورد و همین قطعی راهی او جمع بست شد در جام کشاده اروپا که در انتالیا ترکیه میگذرد. نبرد لایق با رقیب با دوشیدهای بسیار دور و دراز است و حالا باید فعالی فقط برای ما لازم است که رقیب را خسته نماییم و لااقل شدادی هم برای اینجا که مکتب است آغاز میگردد بر مسابقه های منبعده برای نورسان ما، برای جوانان ما که از اینجا آموختن، از این مکتب گذشتن با سر بلند الکی قدم های باوری به مسابقات منبعده می شود. آن این گوشتینی خوب است. حالا این فعالی لایق را باوری دارم رفری نظر می کند و برای رقیب باید شیدای سیم را دهد. کار در نوازه برای لایق هیچ اهمیتی ندارد، چون رقیب در اینجا کار میکرد. لایق قوی نگاه میداشت خود را. رفری اکنون هر دو را
روبرو می‌آورد و شدای سیومی که ما طلبکار بودیم برای پهلوان گرجی می‌دهد و راه لایق قطب‌الدینوف به زیر گروهی که او گشتین می‌گیرد، یعنی گروه سی می‌رود به مرحله آخرانش و بعداً او را لازم می‌آید که در نبردهای نیمه نهایی مبارزه برد با در حالت برد. خب این رقیب بلگیا را معرفی میکند. لارس کینت است. لارس کینت جداگی کبود دارد. اکنون ما اولین بار کیمانوی وز کردیم یا جداگی سفید ببر کردیم به خاطر راه سفید طی کردن. کیت از میدان بیرون می شود. جام کشاده اروپا دوستان عزیز در انطالیا ادامه دارد و پهلوانان تاجیکستان هم اینجا شامل هستند، چون بالا قید کردیم که در این نبردها 19 کشور عالم نورسان خود را سفربر کردند، من جمله از کشورهای همسایه هم ازبکستان بود و هم قرقیزستان بود، دیگر کشورهای اروپا هم بودن، از بلژیک بود، فرانسه در اینجا شرکت ورزیدند، بلغارستان که حالا میبینیم، یونان، هم آسیا بود هم اروپا بود و امید فقط با لایق هفته لایقان بوده است. از برد لایق رجبوف به نبرد لایق قطب‌الدینوف می رویم دوستان عزیز. نورسی صاحب استعداد یا گوشتینگیری که خوب است او را از سینی خوردی حتی احساس کردن ممکن است، یا به قول دیگر بگویند گوهر زیر دریا هم باشد و درخش دارد. اگر جایی که سنگ باشد هزار گوهر ما از او سازیم، ولی یک روز نه یک روز همون سیمای اصلی خود را نشان میدهد که اون نه گوهر است بلکه سنگ است که ما او را گوهر میتراشیم. اوه اولین وزر برای لایق گوهر تاجیک میسر می شود. آفرین. در دیدار نورس تاجیک عقاب چنگال است، خیلی خوب است. مهم با امید با باوری کامل گوشتین میگیرد، همین است. خب وقتی که ما از دویمین وزر و ایپان جان بس میگردد، وقتی که ما از دیدن چنین نبردها حلاوت میبریم. حالا ببینید که فدراسیون جودوی تاجیکستان تصمیم گرفت که با البته دستگیری های پیشوای معظم کشور با سرپرستی رئیس شهر دوشنبه اکنون قهرمانی جهان جوانان در تاجیکستان برگزار گردد. خب برد لایق با دوره های من بعد است. اکنون رقیب عوض میگردد. در قسمت های نیم نهایی پهلوان ما باز دیگر پهلوان گرجی را استقبال میگیرد. لوکا داتاشویلی است. من باوری دارم که بعضا حالت ها میگفتن گرجی را شکست مشکل است یا ژاپنی را شکست. نه، همه از هنر وابسته است، همه از پهلوان وابسته است، همه چیز از گوهر. همون گوهر تازه مقابل دید خواه برای چه رسول گوشتیری خوب میگرفت. نه ژاپنی مقابل او میبانومد، نه از کره میبارم، نه آزاری بود، نه گرجی بود، چون که پر قدرت بود، پر قوت بود. و همین است. ما داریم گوهرهایی داریم در گوشتین که او گوهرها رو باید پیدا کنیم. باوری داریم با برگزاری قهرمانی جهان جوانان، با برگزاری گرند اسلم دوشنبه همین گوهرها پیدا میگردند. فقط راهبر جوان فدراسیون جودوی میهن زحمت و همه
سعی و کوشش خود را بر آن می‌دهد که جدا را در تاجیکستان پیش برد و ما باید در همبستگی همه مربیان همه مسئولین باید پهلو و پهلو باشیم و گوهر را دریافت کنیم و برای دریافت گوهر باید زحمت کشیم و باید صادقانه برای نمود ورزش خدمت کنیم تا اینکه پهلوانان اصیل را دریافت نماییم. به مثل فرزند خود ما هم را داریم و او فرزندی که قابلیت ناک است، بگذار فرزند ما اگر گوشتینش خوب نباشد، بگذار قابلیت ناک را دستگیر کنیم که اون ملت را معرفی میکند، یک سرزمین را معرفگر است، نه برای باز هم تکرار شود بعضی از مسابقات که در یک بلندی در منطقوی برگزار میگردد و برای یک توفه دست و گریبان کنیم، نه، برای آبروی ملت، برای بلند برداشتن مقدسات ملی پیش از همه باید هویت وطن دوستی را، این است پرتاب های نازنینی که از جانب لایق میبینیم، برای مبارزه باید بریم. مهم است همه در قلب فرزندان خود هویت ملی را باید بیدار نماییم و بگوییم که لایقه که چون دیدیم که رجبوف که مبارزه میبرد، چون محمد نعیمов در محاربه میخت، چون گوشتین جدایی که امروز میبینیم امام علی نورعلی است، چون امام علی نورعلی است، همون باید چون پرتاب ها را ببینیم. با قول دیگر عقاب چنگالان اصیلی میهن را پیدا کنیم. او وقت میدرخشیم، او وقت به مقصد میرسیم. نوبسته از کی است، در کجاست، مهم تاجیک باشد، چهره تاجیک باشد، فرزند این ملت باشد. این لایقه که حالا مبارزه میبرد، باوری داریم که اگر چون این گوشتینی خوب رود، آینده درخشان را انتظار است. اگر به قول دیگر همون بیماری ستاره‌ای برای پهلوانان ما نآید که این بیماری بسیار تبابند نشونده است که بسیار وقت پهلوانان ما خوب هستند، نقص گوشتین میگیرند، چهره میشوند و افسوس که با دست آوردن اختر از آسمان بعدا دیگر ترک میدان میکنند، نمیدونند که اختر در آسمان جستجویش خود اختر است که در زمین باید خود معامله باشد. خب اللایق نبرد دارد، دومین رقیب گرجی خیش را به شکست می آورد. آفرین. نه من کودکم گرچه تو هست جوان، و گوشتین کمر بسته دارم یان. این نورسی که به قول دیگر نبرد خود را در جام کشاده اروپا نشان میدهد. برای کمتر از دقیقه نبرد لایق قطب‌الدینوف بر مقابل لوکا داتاشویلی گرجی است. این پهلوان گرجی نشان برنجی مسابقه خود را دارد در سال 2023 و همچنین در زمره مسابقات شرکت ورزیده است، از جمله در قهرمانی اروپا میانی نورسان در سال 2023 هم تیم کشورش را تشکیل میداد. اوه دویمین وزری، آفرین برای اللایق، لایقانه برآمد کردنش. اکنون دوستان عزیز این نورسی خوشتاله میهن میرود به قسمت فینالی جام اروپا. اکنون میبینیم که قسمت فینالی برای نورس ما چی میدهد. در قسمت فینالی پهلوان ما باید مقابل عدیس آراس ممتوف پهلوان قرقیز برای به دست آوردن نشان خوشرنگ طلا مبارزه کنند.
اکنون قطب‌الدینوف علایق با جداگی کبوت هست پهلوان ما و مقابلی او میبراید آراز محمدوف عدیس پهلوانی که جداگی سفید ببر کرده است و قرقیزستانی همسایه کشور را معرفی میکند. این پهلوان قرقیز از جام آسیا از چمپیونات آسیا مقام سوم را نشانه بین رو به گردان آویخته است. در جام کشوده اروپا سال گذشته مقام سوم را کسب کرده است ولی باقی با نشان طلایی ندرخشیده است و اکنون قهرمان آسیای نورسان بر مقابل جایزه‌دار قهرمانی آسیای این سن سال مبارزه را آغاز کردند. پهلوان ما جداگی کبود دارد و اطراف رقیب چرخ میزند و اینجا نبرد همین اکنون آغاز شد. ببینید در اینجا دسته قرقیزستان برای ورزشکارانشون دستگیری میکنند و پهلوانان ما باشند. مخلصان تاجیک باشند برای تاجیک. نبرد با برابری قوه شروع گردیده است. پهلوان قرقیز هم قدی بلند دارد ولی لایق او را امکان نمیدهد. لایق فینال بودن علاکه لایق را آورده است و باید لایق گشتنی خوب گرفتن هم نام را شایسته باشد. لایق قطب‌الدینوف رقیب را با ضربه های پایی برای دور بردن از مرکز تتمی حرکت می کند. گریبان می تکد و اطرافی و چرخ می زند. رفری به سمت پهلوان قرقیز نظر میکند شیدا و برای ما هم شیدا نشان میدهد. زیرا شیدا برای هم ما و هم رقیب اونقدر خطر ندارد در رسه های اول، اما باید از ادامه نبرد آگاه باشیم و خوب و چالاکانه و با همون زیرکی گوشتین گیریم، چون که هر لحظه فارغ باری میتواند که ما رو پهلو افتاند حتی با پشت. از این خاطر ما باید مثل نام لایق نبرد قسمت فینالی باشیم. حالا لایق را ببینید برای آستین داشتن رقیب حرکت میکند و این پهلوان قرقیز باشد ادیس باشد هنوز خود را دور میگیرد و لایق را از مرکز میدان بیرون میسازد. دومی شیدا را باید برای عدیس نشان دهد رفری. فینال است. یادرس میشویم که جام اروپا نورسان، اما رفری حالا شیدای دویم را برای عدیس نشان داد، حالا که او از چنگال لایق خود را کنار میبرد. چست و چالاکی برای به دست آوردن امتیاز خوب است. اوه چه متعی که از جانب پهلوان قرقیز عدیس آراز محمدوف اجرا میگردد به نتیجه است. اوه پای در پای افتیدن ها است. با صدای مخلصان نبرد میان این پهلوانان ادامه دارد. پهلوان قرقیز هم دم به دم برای اجرای اصول حرکت میکند. این است که برای ما شیدای دویم را نشان دادند.
نتیجه پای در پای هجوم رقیب است. باید لایق از این شیدا اکنون حذر داشته باشد. وقتی آن است ای قلم برانده در گردیز. وقتی آن است ای لایق جسورتر گردی از پیشتر. گالدنسکو برای نشان طلا. وقتی طلا و اصول طلا را طلبگار است. چون قلم برانده تر است برق باشد، لایق هم باید جسورتر است پیشتر لحظه ها باشد، چون که گالدنسکو است و امتیاز طلایی برای ما طلبگار هستیم که نبرد خوب برد. چون اوه یعنی وزاری است. آفرین در گالدنسکو اکنون وزاری ما قلم را برانده تر از تیغ کرد و همین طریق لایقانه و شایسته نشان طلای جام اروپا را به گردن آویزان میکند. این پیروزی برای پهلوان ما میسر گردید که در قسمت فینالی رقیب قرمزش را شکست داد. مبارک شود پیروزی.